مهاجران تاجیک برای کمک به مردم آسیب دیده قزاقستان دست و آستین برزدند. آنها ساحل‌ها را مستحکم می‌کنند و سد می‌سازند تا از آبخیزی و ضرر آن به خانه‌های مردم پیشگیری شود. هرای آب محکم کردیم. لیمچا موندیم ای طور لیمچا کیلونکا کراچی نه همش پشتی مردم تاجیک. مردم زیاده در قزاقستان و روسیه چند هفته باز رنج آبخیزی را می‌کشند. گروهی از 30 تا 40 نفره مهاجران تاجیک که برخی در ساختمان‌ها کار می‌کنند و برخی دیگر تجارت دارند در شهر اورالسک به حشر برآمدند. آنها دست جمعانه به ساکنانی که امکان دارد خانه‌هایشان زیر آب ماند کمک می‌رسانند. اکثریتش با طریق گروپ، یعنی ما گروپ واتساپی داریم اینجا و یا ما با طریق گروپ دعوت کردیم. کدامش که نتونستن یعنی وقت نداشتن خیلی کمک کردن. با قدر امکان برای برادران اونجا 200-300 نفر آش تشکیل کردیم و با کمتر میده شده برای وایها تشکیل کردیم. سطح آب دریای اورال هر روز زیاد و ساکنان منطقه‌های نزدیک به دریا نگران‌تر می‌شوند. در شهر اورالسک 250,000 اهالی زندگی دارد و خیلی شما می‌بینید تقریبا از همین 250,000 یعنی 10,000 خانگی ضرر دید. خیلی شما می‌بینید سطح آب روز تا روز بلند شده ایستاده است. من خانه‌هایی که زمینی لبی آب بودند همش زیر آب ماندگی است. چند روز پیش هم تاجیکان قزاقستان به مردمی از سیل زیان دیده بیش از 100 تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچانیدن آنها کمک کردند. مقامات تاجیکستان هم گفتند که برای مردم آسیب دیده قزاقستان 3,500 تن کمک بشردوستانه فرستادند. در مجموع برای رفع آبخیزی در ولایت قزاقستان غربی قریب 17,000 کس جلب شده است. آبخیزی خانه‌های زیادی را زیر آب کرده به 10,000 نفر ضرر رسانده است.